آقا هلو گایز، چطورین؟ تو این ویدیو میخوایم بریم سراغ ترجمه مشین‌های هفته 6 سیزن ایسه. قبل اینکه این ویدیو رو شروع کنیم خوشحال میشم حتما این ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنید. بدون معطلی بریم سراغ مشینا. خب دوستان، هفته 6 مشین اول گفته که داخل کلاسیک مود مجموعاً 10 بار کیت استفاده کنید. مشین بعدی گفته که داخل کلاسیک مود یک بار لباس استتار یا لباس چمنی بردارید. مشین بعدی مربوط به 6 دقیقه پیاده دادن داخل هفته 6. مشین بعدی گفته که داخل 5 مچ کلاسیک هر دو گانتون رو فول اتچمنت کنید، یعنی تمام اجزای گانتون رو پر کنید من جمله اون کمک اسکوپ کوچیک که کنار گان هست. مشین بعدی گفته که 3 تا کیل با 100 تیر بگیرید داخل کلاسیک مود. مشین بعدی گفته که 1 کیل با ماشین بگیرید داخل کلاسیک مود. خودتون یا تیم میتتون فرق نمیکنه، یعنی خودتون بگیرید برای تیم میتتون هم حساب میشه، تیم میتتون هم بگیرن بازم برای شما هم حساب میشه. مشین بعدی گفته که 1 کیل با دی وی اس بگیرید داخل کلاسیک مود. مشین بعدی گفته که 3 تا کیل با پیستول بگیرید داخل هر مودی فرق نمیکنه، پیشنهاد من آرناه. مشین بعدی گفته که داخل هفته 6 3 روز لاگین کنید. مشین بعدی گفته که 1 کیل با ام 700 بگیرید داخل کلاسیک مود. مشین بعدی گفته که 500 تا دمیج بدید داخل آرنا مود که آسونه توی یه مش راحت میشه انجامش داد. مشین بعدی گفته که 200 دمیج به هد انمی وارد کنید داخل کلاسیک مود. و مشین آخرم گفته که داخل کلاسیک مود یک بار تیمیتاتون رو ریوایو کنید و تمام. خب دوستان، این بود از ترجمه مشین هفته 6 سیزن ایسه. امیدوارم سوال نمونده باشه. اگر سوال مونده حتما کامنت کنید. تندرست گیمر باشید. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.